بدون شرح قسمت 16. این برنامه مخصوص غیر ریاستارتی هاست، بچه مذهبی ها، بچه سپاهی ها، مذهبی های شیعه و سنی و دیگر تفکرات و باورهای مذهبی که میتونن این برنامه رو نگاه کنن. در برنامه بدون شرح قسمت 15 ما یک مطلبی رو گفتیم که یک سوالی برای شما تولید شد. در برنامه بدون شرح قسمت 15 ما گفتیم که برای تبدیل حکومت جمهوری اسلامی از شریعت به طریقت ما میخواهیم کاری کنیم که جمهوری اسلامی رو مثل توزیع المسائل تبدیل کنیم به امپراتوری پارس، یعنی مولوی. و توضیح دادیم که خیلی فاصله وجود داره بین توزیع المسائل و مولوی و توضیح دادیم که در توزیع المسائل ادیان دیگر با تفکرات دیگر با توزیع المسائل اسلامی درگیر میشن و به همین خاطر شما بچه مذهبی هایی که حکومت دستتونه دشمنهای بسیار زیادی در افق بینشی خود بعد از خروج از مرز ایران میابید. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بر اساس توزیع المسائل اسلامی نوشته شده که بر مبنای شریعت و پوسته. به همین خاطر دشمنها در بیرون بسیار ساده میتونن به شما حمله کنن و منطقهایی دارن و یا باورهای دیگری مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل زرتشتی یا حتی باورهای جدیدک مثل بهایی، مثل فلان یا 100 و 200 خورده ساله فرماسیونری یا هر چیزی یا گروه‌های یا تفکراتی دارن که به راحتی به شما حمله میکنن و انقدر این شریعت سوراخ سنبه داره که میتونن این درگیری رو بیارن و در معرض دید مردم قرار بدن و مردم رو خرشون کنن که علیه جمهوری اسلامی حرکت کنن، از این چاه و گول بخورن جمهوری اسلامی رو با توسط این مردم عوض کنن و تبدیل کنن به جمهوری بهایی، جمهوری زرتشتی، جمهوری یهودی. و به شما گفتیم شما در معرض خطر هستید، اما ما نگرشمون عرفان و تصوفیه، یعنی حکومت امپراتوری پارس، امپراتوری کوروشه، امپراتوری افلاطون و سقراط و مولویه، قانون اساسی اصلا مال اوناست. به همین خاطر ما تنها ناجی بشریت و شماییم. ما تنها گروهی هستیم در جهان که میتونیم قانون اساسی توضیح بدیم به مردم کره زمین. اصلا در سیاست مردم کره زمین یعنی حکومتاشون و سرانشون و مفسرینشون و قانون اساسی نویساشون در مقابل اپوزیسیونریسات، در مقابل خرد و اندیشه و فهم اپوزیسیونریسات مثل یک برکه گندیدن در مقابل اقیانوس هند به قول دوستان، یا اقیانوس آرام، خیلی آرام که توش والها میتونن زندگی کنن. پس من الان میرم آلمان رو میگیرم و میشم رهبر آلمان. من تنها کسیم که آلمانی رو نجات میدم، چون در زیر سایه امپراتوری پارس و امپراتوری کوروش، امپراتوری ریسارد، آلمانی ها با هر ایده و تفکری به سادگی زندگی میکنن، پولدار میشن، خوشبخت میشن و کیف میکنن. پس ما تنها راه حلیم و جهان ما رو سانسور میکنه، میگه چون اینا تنها راه حلن. بهشون میگیم 2 ساعت به آقای حسینی برنامه مردم بگن، 2 ساعت به آقای حسینی در مناطق وایس آف امریکا برنامه بده. اولین سوالشون اینه که شاه بشه. و قشنگترین جمله رو من بهشون گفتن شما میخوای شاه بشی؟ گفتم به قول مسیح تو گفتی که من میخوام شاه بشم.
من میرم توی خیابون به این بقالیه، به اون مهندسه، به این دکتره میگم آیا شما میخواین شاه آمریکا بشین؟ میخندن. چی میگی؟ کسی فکر نمیکنه که اینی که الان مهندس راه ساخت شاه بشه. که پس چرا سازمان امنیتی، سران کشورها، سران ادیان تو فکرشون رفته که حسینی میخواد شاه بشه؟ چون حسینی رو در مقام شاهی دیدن. یعنی ببین تو مسابقه 2 در سطح جهانی یا مثلا در مسابقه فوتبال بین مثلا آس میلان و یوونتوس، کی تا حالا دیدی بره به یه 2 نفر تو خیابون دهات بگه آیا شما میخوای یوونتوس ببری؟ بره توی مثلا شرکت مثلا نمیدونم قاریشی بگه، یا مثلا مهندسی راه ساختمان بگه آیا شما میخواید فردا تیم درست کنید و یوونتوس ببرید؟ پس چرا موساد، CIA، سازمان امنیتی آلمان، فرانسه، روسیه، عربستان، اسرائیل، نتانیاهو، جمهوری اسلامی میگن تو میخوای بری شاه بشی؟ برای اینکه برای این باورم بدبختا. حرف مسیح برای اینه، میگه چون من که اگرم بخوام شاه نشم، مسیحی نمیگه، ولی چون تو فکر میکنی که به حال پادشاه کشوری فکر میکنی که من میخوام شاه بشم و جای تو رو بگیرم، همین فکر تولید شده. پس تو مطمئنی که در کره زمین تنها کسی که میتونه ایران رژیمش عوض کنه و شاه بشه حسینیه، و چون دنبال اینی که رضا پهلوی رو به قدرت برسونی، ترسیدی، دستشویی کردی، تو خودت میگی ریاست‌ها رو سانسور کنید چون او میخواهد شاه شود. خیلی ساده است، از کوزه برون تراوت هر آنجا دروس، در فکرش تو اینه. برای همین مسعود بهنود اونو گفت مملکت اصلا ریاستیات یعنی نمیخواد شاه بشه و پادشاهزاده ما هم جایی نداره. یا شبکه مناطو رسما گفت این میخواد شاه بشه، یا وایس آف آمریکا و رادیو فردا گفتم مسعود بهنود یادتون باشه دشمنم داشته باشی مثل مسعود بهنود باسواد باشه ارزش داره. من باور کنم اگر در امپراتوری پاس این زنده باشه یواشکی بهش پول میرسونه. پولش میگم آقا هر جایی که شما بیرون کشور هی به ما حمله کن و هی نقاط ضعف امپراتوری پارس رو بگو، دشمن هم داشته باشه حداقل بهش پول بده نقاط ضعف تو درست پیدا کنه. کی گفته؟ ببین چند سال پیش، سال 96 گفت این رضا پهلوی رو حواس برای همین رفته این برون من نیستش. گفت رضا تمام شاهزادی وجود نداره، تمام میشه دستگیری تو شاهزاده تمام میشه. شاه جدید حسینی، رسانه حسینی هم آمد نیوز. برگردیم به سوالتون. حالا ممکنه تو بچه مذهبی بگی که اوکی ما چرا اصلا باید بریم دنبال تبدیل وقتی حکومت دستمونه؟ سوال قشنگیه، خیلی سوال عمیقیه. من عاشق سوال عمیق و منطقیه. پس من به شما پیشنهاد دادم بهترین گزینه اینه که بیایید تبدیل کنیم، دست به دست صاحبان جدید بدیم، نامحرم شما رو ترتیبتون رو ندیم، ما تغییر بدیم مملکت و رژیم رو عوض کنیم به صورتی که بتونیم تبدیلش کنیم توزیع مسائل رو به مولوی و جهان رو روی ما کرنش میکنه. مثل سگ میبینه الان ترسیدن همه کرنش میکنن چون اصلا مولوی رو نمیفهمن. یکی باید تفسیر کنه مولوی قانون اساسی امپراتوری پارس و یکی تفسیر کنه الاغه که نمیفهمن که من میگم دشمن ما بیرون دشمنی نداریم، همونطور که در داخل هم دشمنی نداریم. اون وقت اینجا سوال بسیار عمیق شما اینه آقا حسینی اصلا مملکت اصلا ما هست، چرا ما باید تبدیلش کنیم؟ این رازو تو نمیدونی پسر خوب. چرا اول انقلاب حجاب اومد؟ چون مملکت اسلامی شد. احمقی. پس چرا حجاب اومد؟ احمقی. همینو نمیدونی. چرا 40 سال موساد، CIA، سازمان امنیتی جهان، رضا پهلوی، فرح دیوا، اپوزیسیون خارج کشور، اصلاح طلبان، هاشمی رفسنجانی راجع به حجاب حرف نزدن؟ یهو 4 سال گذشته همه راجع به حجاب حرف میزنن. میخوان رژیم عوض کنن. بازم احمق. تا وقتی نفهمی چرا حجاب باید بذاری، چرا حجاب گذاشتن،
و چرا حجاب میخوان بردارن؟ هیچ وقت اسرار سیاست جهان نمیفهمن. یعنی تا من برنامه نرم بهت بگم چرا اون موقع باید میذاشتن، برات میگردن پس زمانی که حجابو در ایران گذاشتن. آیا تو بچه مذهبی میتونستی حجاب رو کاری کنی نذارن؟ بله. نمیتونستی. رهبرت رسما گفته همه میدونن حجاب و اصلاح طلبا گذاشتن. حسن روحانی، خاتمی، هاشمی رفتن زندگی. یعنی خمینی تا اومد عباش اینطوری به چرخونه دید روسری سرشون گذاشتن. خمینی گفت چرا همه دارن روسری سرشون میذارن؟ گفتن قربان اماما مردم به فهم اسلام رسیدن، دوست دارن روسری سرشون باشه. خمینی گفت اگه مردم به این فهم رسیدن و ده ها ویدیو از رهبرت آقای خامنه‌ای، امام خامنه‌ای شما بیرون هست که راجع به حجاب هی گفته آقا چرا حجاب اجباری؟ چرا باید زور بزنیم حجاب سرتون کنیم؟ پس رهبر شما در اون موقع اگر راجع به حجاب حرف بگیرم تمام سازمان امنیتی جهان رو بگیرم، آخرش تو از من سوال کنی آیا باید رژیم عوض شه؟ خود خامنه‌ای بعداً میگم بعداً همین آقای امامتون میگه که باید رژیم رو عوض کنیم. مثلا فهمیدیم؟ اینو میفهمی خیلی مسئله حلا. یعنی چه من الان خاموش کنم برم، چه تمام جهان خاموش کنم برن، آلردی تز و آنتیتز این چپا هست. میگفت تخم مرغی میتونه موفق باشه و نیمرو نشه تو روغن که موجودی در این تخم مرغ از تو تخم مرغو بشکونه. اگه تخم مرغو یکی از تو بشکونه جوجه میاد بیرون، اگه تخم مرغو یکی از بیرون بشکونه نیمرو درست میشه. میشه آقای حسینی بیشتر توضیح بدیم ما بفهمیم؟ از بیرون رضا شاه رو آوردن، تخم مرغ بیرون شکاندن، اون طویله شد. بعداً تازه رضا شاه رو ما به قدرت رسوندیم، بعداً توضیح دادیم قبلا.
رضا شاه رو تبعید کردن، از بیرون تخم مرغ شکوندن. محمد رضا شاه رو انگلیسی گذاشتن. همون گوهی بود که اتفاق افتاد. محمد رضا شاه رو برداشتن از بیرون یه تخم مرغ شکوندن، نیمرو درست کردن. از تو تخم مرغ موجودی از تو نشکن تخم مرغ که جوجه شد. من اون فردیم که از تو میخوام این تخم مرغ رو بشکنم جوجه بیاد بیرون، جوجه امپراتوری پارس بیاد بیرون، متولد چه دوباره ریستارت کنم کشور رو. صدها سال از بیرون دارن تخم مرغ میشکنن، میفهمین؟ از بیرون یکی داره میشکنه، تو میگی واو این با اون فرق داره. میگه چرا؟ میگه این تخم دو زرده است، سکولار دموکراته. میگیم سکولار دموکرات کجا مثلا سکولار دموکرات؟ این همه کشور در جهان میگیم ها قانون اساسی هر کشوری بر اساس افکار اون کشور ساخته شده. کشوری که 90% مسیحیان، آیا توش میشه سخت جنین رو آزاد کرد؟ میگه راستی نه، تمام دنیا میگن با سخت جنین مشکل دارن، چون حکومت مسیحی است. حکومت مسیحی مخالف سخت جنینه. بچه میگه روح داره، نمیتونی شما خانم بچه‌تو بندازی. پس مسیحیت میگه نمیتونی بندازی، مسلمان میگه نمیتونی بندازی، یهودی میگه نمیتونی بندازی، زرتشتی میگه نمیتونی بندازی، ادیان میگن نمیتونی بندازی. پس این گروهای مادر قبه کیان که میگه میتونی بندازی؟ خوشگلم چه تو بخوای چه نخوای، رژیم ایران طبق یک فرمول‌های خیلی جدید خاص در جهان باید عوض بشه. از بیرون کسی تخم مرغ بشکونه، من قول بهت میدم سکوت میکنم، میشینم، چون اونا میان خار مادر تو یکی میکنه. ببین الان من سر پرویز ثابتی این همه سند پرویز ثابتی نمیدونی بدون، برو پیش پرویز ثابتی بگو آقا حسینی میشناسی؟ میگیم آیا آقا حسینی اسرار پشت بله شما رو میدونه؟ میگه فکر کنم میدونه، چون یک نفری هست که یعنی آقا حسینی میتونه ساباک رو قشنگ توضیح بده به مردم. پرویز ثابتی میگه زنده است، زنده است. میگه بله آقای حسینی در 4 نقطه سنگسر و شهرمیرزاد و حجبر یزدانی اینا اطلاعات داره. آقای حسینی توسط یک گروهی اون پشت از فامیلاشون همین اطلاعات رو داره. و چرا چی نمیگه؟ برای اینکه حسینی برای چی حرف بزنه؟ نیمرود داره بیرون شکسته میشه. یهو از این آقای ثابتی یه برنامه ساختن، الان چپا دارن میزنن خار مادر سلطنت طلبا، سلطنت طلبا دارن میزنن خار مادر اصلاح طلبا، اصلاح طلبا دارن میزنن خار مادر اون اپوزیسیون. من برای چی برام مثلا دارن خار مادر خودش سرویس میکنه؟ میگه احمقم برات وارد جامعه سکوت میکنه. باشه بچه مذهبی عزیز، تخمه بیرون شکسته بشه میکشنت. پس چرا من میخوام تبدیل کنم و تو مجبوری گوش کنی؟ برای اینکه رژیم تو بخوای یا نخوای باید عوض بشه. همینطور که حجابو گذاشتم و تو نفهمیدی چی شد، الان رسیدی به سنی میگی هاشمی گذاشته، اصلاح طلبها چرا گذاشتن؟ اینقدر گاو بودی، 40 سال گاو بودی، فکر می‌کردی که خامنه‌ای مخالفه. خمینی انقلاب کرد، اسلام آورد. نه خمینی رو بذار کنار. اگر خمینی میومد اسلحه‌شو برمی‌داشت پیش اینجای هاشمی میگم من حجابو نمیخوام اجباری کنم، به خمینی تجاوز میکردن که کردن، کشتن، دیدی که کشتنش. قانون اساسی در جهان 3 قسمته، اگه نشنیدی بشنو تا برنامه‌شو برم. قانون اساسی عرفاست که بسیار نادره، نمونهش رو فقط در آمریکا میشه دید که شما الان بگو مرگ بر اسرائیل نمیکشن، ولی شما برو تو آلمان بگو مرگ بر اسرائیل به تجاوز میکنن. همین آلمانیه بدتر جمهوری اسلامیه. بابا جمهوری اسلامی، من با آقای اون مجری تلویزیونی که با هم بودیم تو یکی این برنامه ها، اون ریش داشت دیگه، اون ریش داشت، من بدون ریش بودم. تهیه کننده برنامه ما گی بود، ما رو برده بود لباس بخره به این ریشویه که مجریه بود، گفت میچرخی ببینم. اونم خجالت میشه جلوی همه مردم، همه اون که لباس پوشیدن نگاهش میکردن، گفت بچرخ دیگه بس کاظم، از این زاویه خوبیه. کاظم اینجوری بود. مسئولین مملکت این همشون گی هست.
صدا و سیما تکنولوژیش گیان. جمهوری اسلامی بهترین گروهی که میتونه گیا رو آزاد کنه. خوشگله من. تو آلمان ترتیبت میدن. تو فکر کنید که تو آلمان شما میتونید راجع به مثلا فلان اسرائیل حرف بزنید. حالا من نمیگم خوب یا بد، دادم توضیح میدم. آزادی عمل اینجا اینا متوهمن. یعنی نتانیاهو خوش رو ترامپ میبینه. واقعا متوهمه. فکر کنه آمریکا اسرائیل شبیه. ما دموکراسی داریم، آمریکا هم دموکراسی داره. اینجوری فکر میکنن. میگه آمریکا دموکراسی داره، ما هم دموکراسی داریم، پس ما مساویم. چون در 25 میلیارد و 558 یک وجود داره و چون در دوی من یک وجود داره، پس ما مساویم. اولا شما مساوی هستین. قانون اساسی امپراتوری پارس تو آمریکا نوشته شده. آدامز رو برو بخون، برو ابراهام لینکلن رو ببین، برو توماس جفرسون رو ببین، برو این همه 5-6 تا آدم مهم در آمریکا هستن که دموکرات‌ها وقتی اسمش میاد عصبی میشن. اونها قانون اساسی رو از تصوف آوردن نوشته توش. یعنی قانون اساسی که من در سرتاسر جهان راجع به سیاست میتونم راجعش حرف بزنم. و یه قانون اساسی داریم مال عرفاست. یه قانون اساسی طبق هر عملی عکس‌العملی وجود داره مساوی و خلاف آن. یعنی چیزی حدود در کره زمین چیزی حدود 4-5 هزار نفر در تمام ادیان و اینا که من نشستم اینجا 4-5 هزار نفر وجود دارن که قانون اساسی امپراتوری پارس و عرفان رو بلدن. یه 5,000 نفر وجود دارن که ضد خدا و بشر و اسلام و یهودیت و مسیحیت و ضد عرفان هستن. کاری هم ببخشید میگم ضد عرفان نه ادیان، ضد عرفانن. پس این 5,000 نفر میخوان اینا رو بکشن. بقیه مردم بدبخت دین دارن. مردمی که دین دارن دین رو تولید کردن برای اینکه با هم دعوا کنن دیگه. یعنی یه سنی به نام صدامو میکنن رهبر شیعیان عراق. همه همینجوریه. همینطور به خوار مادر این شیعه سرویس میکنن. یک بهایی ازلی رو میکنن امیر کبیر ایران به نام هاشمی رفسنجانی. مردم خرم به اسلام فوش میده. فرموله ساده مثلا چند هزار سال پیش ما رو عرشان نوشتن. هر کشوری در جهان حزبی رو راجبش حرف میزنه این بی‌ناموسه، چون حزبی وجود نداره. حزب سکولار دموکرات یعنی این که ببینیم مسیحی‌ها چی میگن، چون هر کشوری اکثریت داره. اسمای حزب احزاب هر چی میخواد بذاره بذار. این اکثریت برای اینکه قیام نکنن یک حکومت باید سوار این اکثریت خر بشه. به همین خاطر قانون اساسیشو 70% بر اساس اینا مینویسه. یعنی توی مثلا آلمان نمیان بگن که مثلا هر کی دلاشو تو روکو چوب بکن تو باسنش. ببخشید تو عربستان. ولی تو آلمان میگه اسلامیه. دینی دعوا هنوز همه سر ادیانه. فقط این ادیان بعضیش به حکومت رسیدن برای اینکه تو رو خر کنن میگن من سکولارم، این سکولارش تو دموکرات تموم شد. همشون شبیه هم. پس جمهوری اسلامی همون جمهوری دموکرات مسیحی آلمان. کدوم قانون اساسی؟ با این برنامه رو تموم میکنم. پس نمبر 1 رژیم باید عوض شه. هیچ کاری نمیتونی بکنی. تو فرار نکن. فرار نمیتونی بکنی. من میتونی بگی حسین جو برو کنار بشی، مثلا نتانیاهو من گفت حسین برو آقا. الان خواهرش رو عوض، مادرش رو عوض، چشاش رو عوض، گوشاش رو عوض. همین چیزا نمیدونی چیکار کنه. برنامه بعدی راجع به کنترل روم میخوام توضیح بدم که نتانیاهو باید چیکار میکنه. هنوزم سکوت کردم. من 7 اکتبر که خواب بلند شدم گفتم با حال موساده CIA اینقدر شعورشون نیست چیکار کنه. 7 اکتبر چون چیکار نکرد. گفتم شاید احمقن. 8 اکتبر گفتم دیگه میفهمن یه روز خرن. یه روز با من فاصله دارن. 8 اکتبر گفتم حتما این دو تا کارو میکنن. در کردم. 9 اکتبر گفتم آها حسین یعنی اینا اینقدر گاوه؟ مگه میشه این همه سیاستمدار، این همه کارشناس، این همه تحلیل کرد؟ یعنی هنوز نتانیاهو نمیده باید این کارا رو انجام بده؟ گفتم حتما امروز انجام میده. الان 2 دسامبر 2023 گاو هنوز نمیفهمن چیکار کنه. این جنگی که به سادگی میتونن جمهوری اسلامی نابود کنه بلد نیستن چیکار کنن. میتونن سرش این گاو فرق قیافاش اینجوره. سوزن بزنی همه ترکیدن. باید باهوش باشی. تیم باهوش دورشون نیست، چون باهوشا همه سانسورن در جهان. یه دونه پرزیدنت باهوش اومده به نام ترامپ یه انجی سرویس کرده. سانسوره، همه سانسوره. همه میشه حمله میکنن.
و همین خاطر اونایی که باهوشن پشت ترامپ همین گوشه وایسادن. ناتانیاهو میگه کمک نمیکنی، میگه بیا کمک کنیم. مگه بایدن به جو نگفت چطوری جو؟ فکر کنم فیلم مثلا چیه ریگان بازی میگرده، جو برو انجام بده. نمبر وان، رژیم چه تو بخوای چه نخوای، چه آلمان باشه چه تمام اپوزیسیون رو من میبندم، فردا تلویزیوناشون همه رو میبندم، رژیم باید عوض شه. قانونه اتفاقاتی در میفته و یک سری قوانین داره به وجود میاد که قانونه باید شلوارت بکشی بالا فرار کنی. از چپ داره سیل میاد، از بالا داره شهاب سنگ میاد، از پایین داره زلزله میاد. قانونه شلوارت بکش بالا فرار کن. وایسی یا آب میبره یا آوار میزه تو سرت. میفهمی؟ امنیتی نداره که برم تو خیابون، زلزله میریم تو خیابون، سیل داره میاد. قانونی وجود داره در جهان که دنیا اونایی که باهوش‌های جهان میدونن موضوع رو. رژیم باید عوض شه. پس باید عوض بشه. انتخاب با توئه چجوری دوست داری عوض بشه. تبدیلش کنم یا برم تغییر. دو، خارج از کشور این مشکل دارن. خارج از کشورم این موضوع رو میدونن که من میدونم. یعنی خانوم سرکار شهربانو مریم رجبی اینو میدونه آلردی بهش گفتن رژیم باید عوض شه. اگه میتونی تو کاری بکنی تو ملکه. همه میخوان ملکه‌شن و پادشاهش منطقیه. به رضا پهلوی برای همین 3 سال قبل از سقوط بود ماهیگیری که پریده وسطتون. همه در جریانن، تو در جریان نیستی. حالا پس اوکی آقای حسینی، فهمیدیم قانون وجود داره که رژیم ایران باید عوض بشه، برای همین شما میگی به ما بیا تبدیل کن. خب پس تغییر از کجا؟ چرا باید بیرون از کشور به تو کمک کنه؟ برای اینکه این میلیاردها دلار هزینه کردن، سرشون رفت تو کولشون، رژیم عوض نشد، طرح ندارن. الان فقط یه دونه پنجره است، پاهای من از پنجره بیرونه، برای بوسیدن آقایون آماده است. آلردی اپوزیسیون خارج از کشور برای تغییر مجبور رو پاهای من بیفته. اگر میبینی تا حالا نیفتاده بود، برای اینکه فکر میکرد میتونه تبدیل کنه. پس شما آخرین نفری هستید که پیشنهاد تبدیل رو میدید. قبلا رضا پهلوی تبدیل رو پیشنهادش داده. مگه نگفت با سپاهم؟ مگه نگفت سپاه عزیز؟ مگه هاشمی رفسنجانی نبود؟ مگه پسرش نبود؟ اونا دوباره تبدیل بودن. خوشگله. حالا ببینید اون میخواست تبدیل کنه، نشد. مجاهدین میخواستن تبدیل کنه، نشد. موسی اومد تبدیل کنه، نشد. عیسی اومد تبدیل کنه، نشد. زردوت اومد تبدیل کنه، نشد. CIA نتونست. همه بعد الان برای تبدیل میتونم. ببینید اونا همه به گوه نشستن، یک کشتی رو گوهشون داره حرکت میکنه. اونم کشتی ما. حالا فهمیدید چرا تو تغییر اینا به من محتاجن؟ تغییر ندارن. همه چیز سرویسه. به صورت ناتانیاهو نکن. همش اینجا. به رضا پهلوی نکن. گل سرسبدش استر. مسیح النجات نکن. همش اینجوری. اگر یه روزی در خونت رو وا کردی، رو پنجره رو دیدی 2 تا پا بیرونه، بدون پای منه. برای بوسیدن اینا پای منو بوس کنن، عذرخواهی کنن، میریم سراغ تغییر. ما میگفتیم شاه و رضا شاه و ساواک همشون ضد یهود بودن، نفرت دارن از یهودی ها، قبول نمیکردن. بعدش حالا پرویز ثابتی اومده گفته متاسفانه ساواک و ما هممون عاشق هیتلر بودیم و نازی رو دوست داشتیم. یاد داستان افتادم که یه نفر
مولا نصیری میگه یه نفر وایساده بود یا خود مولا نصیری وایساده بود، یکی از بیرون اومد بهش گفتش که مولا این خرته به من میدی میخوام برم شهر بغلی. مولا گفت خرم خونه نیست وگرنه بهت میدادم. همون لحظه از تو طویله خره شروع کرد ارعر کردن. داره گفت مولا مگه نگفتی خرت مسافرته؟ گفت بله. گفت این صدای خره داره میاد که. گفت متاسفم برای تو که خره رو صداش قبول داری، من که رفیقتم حرفای من قبول نداری. اون قضیه شماست. هر وقت پنجره‌تو با کردی دو تا پا بیرونه دیگه دنبال تبدیل نباشه، بدون اون پاها رو میبینی که دارم بوس میکنم، بدون بازی تموم شده است. حتما باید بایستی من و تو بگه پادشاه بعدی حسینی، بعد بیفتی رو پام سید. مثل اون علاقه که زنگ زده بود میگه آقا حسینی بله ببخشید پشت سر شما غیبت کردن، گفتم شما کلاه برداری، میبخشی منو؟ گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت دیروز تلویزیون ایران یه برنامه رفت گفت آقا حسینی کلاه برداری نکرده، به مردم پول میداده و فقرا پول میداده. گفتم تو چه اولاقی ازی بی‌ناموس. گفت فوش میدین چرا؟ گفتم برای اینکه تو آخرم حرف من قبول نکردی میگم خرم نیست، حرف صدای خره رو قبول کردی. خود جمهوری اسلامی گفت من کلاهبردارم، قبول کردی به من پشت سر من حرف زدی، حالا هم از برنامه‌های من نفهمیدی که من کلاهبردار بودم که بعد تلویزیون داشتم که. الان میگی چون جمهوری اسلامی گفت که شما کلاهبردار نیستی یعنی صدای خره رو قبول کرده. رژیم عوض باید بشه، هیچ کارش نمیتونی بکنی. اگر تبدیل انجام ندی کشته میشی و اون پلن من که ریختم که میفهم و بیرونم به ما محتاجم بدبختم. بیچاره باور نمیکنی که باورت نمیشه اصلا که تنها کسی که داره تلفن رو قطع میکنه منم. دنیا یادت باشه تو برنامه‌های کنترل روم گفتم دنیا به دو دسته تقسیم میشه، بیزینس پلن و پلن. هر وقت که کلمه بیزینس رو از هر پلنی تو زندگیت خارج کردی اون روز تو مسیحی. مطمئن باش رو آب راه خواهی رفت. هر زمانی که کلمه بیزینس رو از بیزینس پلن حذف کنی مسیح تولید می شود. چون مسیح تنها کسی بود که برای زندگیش پلن داشت نه بیزینس پلن. ازدواج نکرد که اون دختره رو ماچ کنه یا بچه دار شه. پس کسی که ازدواج میکنه واسه بچه بیزینس پلن داره، دنبال اینکه بچه دار شه. و کسی که بچه دار میشه به این فکر کنه بچه‌م بزرگ میشه ازش لذت میبرم، کیف میکنم میذارمش بالا بازی میکنن، وقتم که بزرگ شد پول در میاره به من کمک میکنه. این بیزینس پلنه. نماز میخونی، روزه و خمس و زکات برای اینکه بیزینس پلن داری، میگی اینجا اینجوری کنم اونجا دخترا رو بده. روزی که آمال و این 700,000 نفس سرکشی که وجود داره رو بکشی در خودت، اون وقت دیگه برای بیزینسی با خدا و روزگار و مردمت معامله نمی کنی. اون وقت میشه یک لیدر قدرتمند که بیزینسی لای پلنی نداری، برای آگاهی و خرد مردم تلاش میکنی تا اندیشه اینها رو بیدار کنی. دنبال بیزینسی لای پلنت نیستی. اون روز تو مسیحی. بیزینس رو از پلنت، بیزینس رو از بیزینس پلنت خارج کن تا یک پلن بماند. اون پلن ناجی تو خواهد بود و اسم اون پلن هست مسیح. به درود میفرم. با تو تاریکی دگر نیست، جنگ و کشتار و درد نیست، این زدنم چیست؟ پس این آرامشم